دوست داری 1 ماه شوهرت شارژ بشه؟ چی کار باید بکنیم حالا؟ چارش چیه؟ چارش یه تشتابه. حالا شاید پیش خودتون بگید تشتاب چه درد میخوره؟ یا به ولر میریزی توش، چند تا گلبرگ میریزی توش، این استرسشو کم میکنه. خواهر من اگه میخوای کولاک کنی شیر معجزه میکنه. آقا که اومد همون لحظه این کارو نکنید. یه جمعه بعد از ظهری آقا لم داده یه طرف، تشت و ور میداری میاری میذاری زیر پای آقا هی ماساژ میدی جوری ماساژ میدی که پوست پای 20 صاحبش کنده بشه. خواهرها حدیث داریم، زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد